سلام بر شما دوستان عزیز، امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوب باشه. در کنار ما باشید با یک ولاگ دیگه. امروز قصد داریم بریم به سمت شهر بیوربیک، واقع در کشور هلند. درسته از بلژیک میریم به سمت هلند که بتونیم شهر بیوربیک ویزیت کنیم، ببینیم شا. قصد ما، هدف ما این هستش که بریم بازار فارسی زبان ها رو ببینیم، بازار که میتونیم اینجا اجناس آشنا که برای ما خیلی حس آشنایی داره پیدا کنیم، بازار اجناس ایرانی، افغانی، کالاهای افغانی ایرانی و خیلی چیزهای دیگه میریم که ببینیم دیگه. من خودم تا الان ندیدم، بار اول دارم برم. خیلی علاقه دارم ببینم چه شکلی هستش. شهر بیوربیک یک مقدار فاصله کمی داره از پایتخت خود کشور هلند، آمستردام. شاید زیاد دور نباشه، شمال پایتخت هستش. بریم که ببینیم. سلام بر شما دوستان عزیز. سلام دوباره. من که نبودم پیشتر. سلام به همگی، امیدوارم حالتان خوب باشه. ما با یک بلاگ دیگه آمدیم امروز همراه با خانواده اینجا در چی بود اسمش؟ بازار بیوربیک در هلند آمدیم. آره دیگه رسیدیم، یک 10 دقیقه میشه که رسیدیم اینجا. گفتم که حالا که رسیدیم یک فیلم بگیرم از ورودیش قبلش. دیگه موتور رو پارک کردیم، پشت از ما پارکینگ هستش. بعد دیگه وارد شدیم. هوا شمالک هست؟ شمال هستش آره، اما خب یخ نیستش. شمال هست اما یخ نیست. آره خوبه. خب بریم که داخل ببینیم دیگه. بازار دیگه میبینید که دیگه دکانه اجناس اینجا هست. آره دکانه همشهری زیاده اینجا، از لباسای محلی سنتی افغانستان، گند و کالای هزارگی هم یک کمتون هست اینجا. لباسا ولی من خودم بیشتر لباسای هزارگی دوست دارم چون ساده تره، سبک تره. ساده تر؟ آره گند که هست خیلی گرنگ. گندم قشنگه، منطقه کم گرنگه. آره گرنگ سنگینه. سنگینه. آره دیگه هالو چیزم چی میگه اسمش؟ اسمیگم تیکو؟ یعنی میگم لباسه چی بود رو باید گند داده چی بود بشه دیگه در محفل بود بشه. نه آره باز هزارگی هم هزارگی میشه در محفل کشید دیگه. نه ساده تر میتونه مثلا در مهمانی نرمال یک مهمانی چی باشه دور همی میتونی بپوشی. آره خیلی جلو نرفتیم یا از این طرف باید بریم. بیا اجزم این بره. من این دروازه اینجا یادم هستش دیگه. یک رقم نامش بازار گذاشتم. بازار خب ما خیلی پیش آمدیم. نه اینجا بود که رفتیم. اینجا بودیم؟ رسید. ما اگه در یک جای باشم گروه ها رو بخی گم میکنم چیزی چی ندارست چیز خیر است. میبینید که اینجا این گندام هست ولی گندای رقم مدل های قدیمی رقم. خب دیگه اینا مدل های بازاری هستش دیگه.
اگر خیلی خواستر آدم میخواه باید اگه نه خیاط لازم پیدا نیست. کنم سفارش بده. پرچم افغانستان هم پیش حک کده. چرا میزنیم؟ چی میزنیم؟ گپ. آه خب از این سبز پشتم بود؟ اینی سبزه زوم بریم توش. آره قشنگه، ساده تر از دیگاش کرده. دیگاش خیلی چلو پلقیه. من میخواستم یک رنگ بگیرم. اینجا هم نمیدونم این رنگش بود. نام از اینا چی هستش اینجا وایرالات نه. شد. یک رنگ دیگه بود خیلی خوشم اومد. یک رنگ اینش چیز بود، طلایی بود. ایش سبز بود یا میابی بود، نمیدونم. در اینستاگرام دیدم. نام از این کلا چیه؟ کلا نمی‌فهم چیه اسمش. کلای سنتی ما میگیم. کلای سنتی افغانی. قشنگه. آره جالبه. خب بریم بازار ادامه بدیم. آره. اینجا لوازم خانگی شد دیگه. آره چیزای دکوراسیون گلای آره، مصنوعی هست اینجا. دکوراسیون. دکوراسیون هست و تابلو. یک بازار رقم یعنی بازارم در شهر ما بروکسل هم هستش. تنها فرقش این هستش که اینجا فکر کنم نکم ریزه‌تر هستش از چی؟ از بخش نه کلمانسو. کلان هستن. اینجا کلانتر؟ آره. یک قسمتشه. خب دیگه تا الان که من متوجه شدم دفعه اول آمدم نمیدونم جلوتر بریم چه خم میشم. عکس نگیریم بریم. آره جلوتر که بریم باز شاید نظرم عوض شد. تنها فرقش که تا الان بوده یک کالای افغانی اینجا داره بروکسل نداره. ما یک دانه از چی بود گرفته بودم که بلندگو بوده، از اینجا گرفته بودم. فیلم گرفته بودی چی؟ بلندگو. بلنگو کدام بلنگو؟ مایدم یک بلندگو بوده که قبلا بود و خراب شد با دیگه. نمیدونم مایدم شاید. او چیز نور هم فکر کنم از اینجا گرفته بودم. نور میزد لیزر رقم. جا غذاخوری هایش هستش. غذای ترکی هستش اینجا. شما کالا خوش نکردین؟ کچولی نه؟ چیپس کچولی بلژیکی نشته کرده توشن. اینا دیگه رستورانش بازم باید باشه. رستوران افغانی هم داره. ایرانی نمیدونم. افغانی داره. نمیدونم فکر کنم پشت از این باشه که بخش دیگه هم هستش همینطور ادامه داره. من تصورم این بود وقتی بیام اینجا بیشتر ایرانی یا افغانی ببینم. افغانی دیدم کمابیش ولی غیر از اینا خب عرب و خود هلندی هم خیلی زیاده. کم نیستن. خب دوستان عزیز ما از اینجا از بازار آمدیم بیرون. اینجا مثل سالن هستش. اینجا سالن 1 و 2 و 3 هستش که اولین بار رفتیم داخل. از اینجا آمدیم بیرون وارد یک فضای باز شدیم اینجا. حالا یک سرک هستش که دو طرفش بازار هستش. این طرف باز یک سالن دیگه هستش میتونید ببینید. این طرف هم که
غذاهای خیابانی هستش از کشور مختلف. جلوتر بولانی هم هستش، باز برایتون نشان میتونم. میکنهای مختلف جمعیت میتونید ببینید. حالا سالن های مختلف هستش دیگه. اینجا مثلا اشته سالن 25 30 حالا عوض میشه، نمیدونم تبلیغات چه میکنم، میتونید ببینید. بریم از کنار همین سرک پیاده‌روی کنیم. میبینید که باد خیلی شدیدم، گاهی خیلی شدید میشه و گاهی هم ضعیف، ولی همینطور مداوم میوزن. کنار از این سرک بازار مغازهای مختلفی هستش، اغلب پوشاک هستن، پوشاک، خوراکیجات، گهگاهی هم رقمی خالی آوردن. خالی هاش خوبه دیگه نسبت به قیمت. چی؟ دسترخوان، فضای بازی برای کودکان، برای بچه ها، اشتکا. میره با این مسیر ادامه بدیم دیگه، ببینیم چی دارم. خیلی زیاده، راه رفتن خیلی سخته. بیشتر همین وسایل اینجور چیزا هستش دیگه. جدا از همه از اینا هم برای از ما فکر میکنم همین بازار افغانیشی خیلی خوب باشه، چون که غذاهای افغانی داره و کالاهای افغانی. نش برایم جالب بود، حالا ندیدم در اروپای رفتن. خب اینجا هم یک سالن بزرگ دیگه اینجا هستش، فکر میکنم رستوران افغانیش اینجا باشه. حالا ما آخری سرک آمدیم، اول میگم یک سر بزنیم اینجا، یک طلا فروشی هم داره، اگه اجازه باشه ما یک فیلم بگیرم. اینجا اسمش هستش گلسوک، حالا نمیدونم چی معنی یا به چه زبانی هستش. اینجا طلا فروشی هایش هست. من فکر کردم از اینجا بزرگتر بشه، نزدیک حدوداً چند تا حساب کنیم مغازه داشته باشه اینجا. 2 3 4 یک 20 تا دکان هستش دیگه. طلا فروشی های بازار. زیاد نیست، 10 تا 20 تا مغازه هستش که حالا ما نمیتونم برم. معمولا اینجا مرداری ممنوعه
یعنی از نزدیک زیاد نمیگیرم تا که برایشون مشکل درست نشه. نفر زیاده و سرصدا زیاد. خب اینجا آجیل و اینا هم دارن، میوه خشک. مثل اینجا آره اینجا پفک و کرانچی ایران، نوشیدنی ایران، محصولات ایرانی، خرما. مغازه شنتی ادامه داره، باز آجیل و میوه خشک، تمام اجناس ایرانی دیگه، ترشیجات و مربا. کوثر از اینا خوش دارم. دلت میخوای بگیر. خب دوستان عزیز، ما بازار تقریبا همش دیدیم، خیلی شلوغ هستش، خسته شدیم و درست نه دیگه. بعد منتظر بقیه هستیم که بیام غذا بخوریم. کار شده دیگه؟ من کار دیگه مثلا امروز تا الان خوب بود دیگه. میخواستم بگم که خوب بود که کلا، ولی چون یک شنبه هست که خیلی نفر زیاد هست اینجا دیگه، خیلی بیربارک زیاد هست. این قسمت غذاخوری ناخوریش آمدیم یکم بریم رستوران ها رو ببینیم. قسمت فعلا همین دیگه. رستوران عربی هستش اینجا. چه حالی هست، چه همه نفر روی نان هم که همه جا رو پر کردن. رستوران افغانی هستش و رستوران ترکی، رستوران که نبید فصل دم رستوران افغانی هستش. نان افغانی ایرانی حجمی سموسا و منطقه آشه کرای غذای مختلف فروش هم بودن. اینجا آریانا رستوران، اینجا غذای افغانی ایرانی غالبا میکس داره. فاست فود رستوران. جمعه غذای ویتنامی یا تایلندی، نودل و برنجایی که با سبزیجات و سویا میکس میکنن. غذای یمنی، غذای کجایی؟ هندی، غذای تایلندی بازم، نه چینی هست اینجا. ترکی، دوم، دور میزنیم این طرف. چیزای زیادی داره دیگه، ولی خیلی شلوغه. نمیدونم زمانی هستش که آدم که بیاد اینجا خلوت بشه. طبعا نداره.
میبینید که چیزی شلوغه. چلوه شروع کشیم اینجا داغه آره خوب داغه از ما سرد. چلوه میخوری اینا جدا درست شده بود ها با گوش نبود گوش هوا طوفانی شده بیرون، خیلی باران میباره، باران شدید، هیچکی بیرون نمانده، همه میان داخل. اینا که رفت دوستان ساعت بدیدن 6 دیگر می باشم، 6 شده. باز میبینید همونطور که تصویر مشخص است بارش هست و باران آمد و کلگی جمع کردن. ما همینطور پرقدرت ادامه میدیم، اما میبینید که بارش همینطور ادامه داره. تا 1 ساعت پیشش خبری نبود، اما یک دفعگی همینطور که در آب و هوا ما چک کرده بودم باران شروع کرده، بارش کرد، همه جمع کردن. میبینید در حال جمع کردن هستن و پایان روزکاری. اما پشت سر از ما اینجا فوتهال هنوز باز هستش، مردم در داخلش در حال خوردن هستن. پول جمعیت ها بریم که یک دفعه در شما نشان بدم. بریم که تر شدیم، تر شدیم. میبینید داخل چقدر شلوغ است، پر از جمعیت است. اینم که اینجا هرچی که بیرون بود نفر اما در داخل آمده. شریعه خواتن irde دیگه، شریعه خواتن irde نان قشنگ هضم میشه. زحمت داره سعی کن. واقعا خوشمزه ها، خوشمزه است. اما جای دیگه هم خورده بودم ولی این خوشمزه است که امتحان کنیم.
مزه‌دار بود جایش خودی میگه چون درست 20 تا آره. آهنگ احمد ظاهر. زیر باران آره بعد از شیریه بله. بعد از قابلی مهم. واقعا میچسبم اینجا احساس میکنی که صرف رفتی آره اینطوری همه چیزاش خوبه، فقط خیلی دیگه نفر زیاده. حتی همیشه میگه نکنم میرخم باشه آره چون یک شنبه هم چیز است، تابستان هم است، شنبه هم بوده. شنبه آخرای رخصتی آره چون ما یه دفعه آمده بودیم، خب بازم خوب بود، نفر بود دیگه، ولی در این حد نه. یا تلافروشیه. خب دوستان عزیز، باز هم مثل همیشه تشکر که با ما همراه بودین تا آخر این ولاگ. امیدوارم که داستان‌های جالبی برای شما بوده باشه. خیلی جای جالبی داره. ما شخصا تا حالا توی از 4 سال 5 سالی که آمدیم اینجا چنین محله چنین فضایی ندیده بودم که مثلا همشهری از ما مثلا یک جاشته باشه. خیلی همه فارسی حرف بزنن و فارسی بفهمن دیگه. جالب بود، همه چیز بود. بهترین چیزهاش غذاهاش بود. یه امروز خیلی شلوغ بود، یکم خیلی خسته کرد، ولی خب ارزش داشت. ببینیم اگر آمدیم اینجا دفعه بعد حتما بیشتر به خاطر غذاش میام و چند تا چیز کوچیکی دیگه. آره وسط هفته بهتره. یکی که الان تابستان بود، آخر هفته بود، شلوغ بود خیلی دیدیم دیگه. حالا ما کمتر گپ میزنیم که اصلا گپ بزنه، خداحافظی کنیم بریم که بریم سمت خانه. بقیه دارم میرن دیگه. لایک و سابسکرایب اگه نکردین یادتان نره. بله حتما. تشکر که با ما همراه بودین. یا ما داریم کم کم میریم، هوا داره تاریک میشه، باران نمیاد. آره ساعت 7 شد باشه. آره باران نمیاد. میبارم میرم بارش. 7:30 است دیگه. تا خانه رو یک 3 ساعت راسته. آره شاید دیر میرسیم دیگه. تشکر از همگی. خب تا ولاگ بعدی. خداحافظی شما.